دو انتخاب در پیش داریم. درباره خبرگان که اهمیتش قطعا از مجلس بیشتره، خب اگر افراد صالح همونایی که باید برند تو این مجلس، بهتر از گذشته هم خواهد شد. اگر احیانا یه افرادی برند که این شرایط رو ندارن، به ضرب و زور بخوان اینا رو به هر جوری هست وارد اونجا بکنن، اونجا وضعیت نابابی پیدا میکنه. این نگرانی هست که یه عده در تلاشن که رنگ سیاسی بدن و بعد وقتی رفتن اونجا هر چی دلشون میخواد بگن. من نمیخوام دیگه چی بگم چیکار میخوان بکنن، کارایی بخوان بکنن که اگر موفق بشن که انشاءالله موفق نخواهند شد، مشکلاتی برای کل نظام و مملکت و برای انقلاب به وجود میاره. اگه اهل قصه نیستی